سر دنیای جایی هست پسرا مست دختراشن. آقا سندی شما ببین اندی چیزی میگه اصلا به من ریوندی که به همه استعدادهای خوانندگی میگی گندی. آقا شهرام خان آذر شما اصلا کسل همه خواننده ها. من سرمون با شامپو بدن میشورم، شما با شیشه شور. چند وقت پیشم تو استیج شوکی دادی، یادته؟ فریال یادته؟ چیکار داشتی به خود عروسک بی خوشگلی بی خود حذفش کردی بچه‌مو. هی اومدی گفتی کاپی کاری. مگه صدا دستگاه زیراکسی که کاپی تا زونم کپیه نه کاپی. اخیراً گیر دادی محسن چاوشی هی میگی ماشینی میخونه تو ماشین میخونه. کلیپشو دیدی تو پارکینگ بود هنوز نرفته بود تو ماشینی بخونه. سندی جان صدای محسن چاوشی خسته است، انگاری که صبح ناشتا میخونه. دیدی که از زیر چونم فیلم گرفته و دیگه چونه نزنی چون از خواب پا شده بود صورتش پفت کرده نمیخواست تو فیلم بیفته. سندی جان کجایی؟ دقیقاً کجایی؟